و در همین دوران میدونیم که اکثر ما ناظر استقلال ناظر ظلم قرار گرفتیم، اما موقعی که بیشتر ناظر ظلم شکنجه قرار گرفته، گاه روانی گاه جسمانی و در هر نوعی آنها این درد را خوبتر درک می‌کنند. در این فرصت از برادران فعال جامعه شهروندی شرافت‌الدین گدایی خواهش می‌کنیم فرصت چند در خدمت دوستان. تشکر زیاد برادران عزیز. السلام علیکم هموطنان عزیز، خواهران، برادران، بزرگواران اینجا حضور داشته. در حقیقت بسیار مشکل است مردم تاجیکستان را با این روز استقلال تبریک گفتن و بازم مردم شریف تاجیکستان را با اعلامیه 26 سالگی استقلالیت جمهوری تاجیکستان تبریک میکنیم. واقعا وقتی که استقلالیت میگیم ما در دوام 26 سال نتوانستیم تامین استقلالیت را انجام بدیم، نه تامین استقلالیت آزادخوانی، تامین استقلالیت انرژتیکی، تامین بیرون برآوردن تاجیکستان از نواران کمونیکاسیونی نتوانستیم. یعنی که ما امروز وابسته دیگر کشورها هستیم. ما از نگاه اقتصادی کاملا یک کشور مصرف کننده هستیم. نتوانستیم در دوام 26 سال استقلالیت دستاوردی داشته باشیم. نتوانستیم حتی عالی‌ترین کارهای را انجام بدیم که افتخار به آن داشته باشیم. آزادی‌ها را تامین کرده نتوانستیم. یک کشوری مردم سالاری برپا کرده نتوانستیم. یک جامعه سالم شهروندی ساخته نتوانستیم. چون بر سر ما تا هنوزم رهبرم تا هنوزم ما زیر کلتک دیگران قرار داریم. تا هنوزم ما استقلالیت نداریم. دولت داریم ولی دولتی زیر کلتک دیگران، زیر کلتک یک خانواده. خود رهبر هم رازیت استقلالیت ندارد. خودشان گروگان همین دریش مانده است. گروگان همین حالتی آمده است که خودش نمیداند از این وضعیتی که بابای زرشاه آمده است چگونه بیرون بیاید. ما جوانان که این بعد از استقلالیت جنگی داخلی شد، بعد از آن صلح شد، هنوز ما در دوام 26 سال نتوانستیم این کار را کنیم به خاطر 5 سال جنگ داشتیم. جنگ داشتیم. 20 سال شما چیکار کردید؟ 20 سال بعد از سازشنامه صلح کاملا دولت به دست شما قرار داشت. در دوام 20 سال چی کار کردید؟ توانستید یک انستیتوهای دموکراتی برای مردم برقرار کنید. توانستید یک جامعه شهروندی سالم برای مردم برقرار کنید که خدمت کنند. هیچ کاری نکردند. غیر از خراب ساختن، غیر از دزدی کردن، غیر از غارت کردن، ما جوانان یک چیزی ندیدیم از حکومتداران. متاسفانه بعد از استقلال حکومت تاجیکستان، جمهوری تاجیکستان در دست شخصان تصادفی غلطی افتید که حال روزی مردم را به این حال آورده رساندند. مردم شریف تاجیکستان را به زانو افکندند. این را باید من یک
جوان هستن، حتی هم دارم که بیشتری جوانها حاضر جوانهای تاجیکستان در همین فکر هستن که ما در دوام 26 سال استقلاله فیلم یک خانواده بودیم. یک خانواده فقط ما فیلم دارم. ما چیزی لازم در این استقلاله به دست نآوردیم. ما ضربه‌های زیاد در دوام استقلاله گرفته هستیم. یعنی امروز ما می‌دانیم که مردم شریک تاجیکستان این حالت را درک می‌کنند. برای رسیدن استقلالیت واقعی، برای ساختن یک حکومت مردم سالاری که استقلالیت هر یک خانواده، هر یک شخصیت تامین کرده توابد، امید داریم که تلاش میکنم، میفهمم، درک میکنم و انشاءالله منطقه خود را روشن میسازم. چون اگر کمی برای مردم شریک تاجیکستان آزادی فراهم می‌آورد، هر یک جوان صدها برابر از من سخت‌تر و مستحکم‌تر در مقابل این حکومت سخن می‌گویم. چون فشار هست، ضربه‌ها هست، نمی‌توانند جوان‌ها فکرهای خود را در مسئله استقلالیت و برداشت استقلالیت تقسیم. بدبختانه ما هم با همون برادر علی شیرزمان همراه میشویم، هم تبریک میکنیم از یک جهت و از یک طرف دیگر از تبریک کردن هم شرط می‌داریم که با همه این عذاب، با همه این محدودیت‌ها، با همه این استقلالیت نداشتن باز هم دیگر را تبریک می‌کنیم. تشکر بسیار.